چرا ایران مثل نپال و روسیه نیست که راحت بتونه انقلاب کنه؟ اول از همه دوست دارم یه سوالی ازتون بپرسم. آیا انقلاب چیز خوبیه یا نه چیز بدیه؟ جواب من اینه که انقلاب مثل یه چاقو میمونه. شما میتونین درست ازش استفاده کنین یا نه درست ازش استفاده نکنین. ما انقلابای خوبی داشتیم و همینطور انقلابای بدی، مثل انقلاب آمریکا، انقلاب هند و انقلاب پرتغال که انقلابای خوبی بودن. ولی حتی بیشتر از اون ما انقلابای بدی داشتیم، مثل انقلاب بولشویکی، انقلاب ایران و انقلاب لیبی. حالا میتونیم به سوریه الان نگاه کنیم. آیا با این انقلابی که کرده وضعیت بهتر شده؟ من فکر نمی کنم. همین موضوع ممکنه برای نپال هم پیش بیاد. انقلاب خیلی چیز حساسیه. اگه به درستی انجام نشه میتونه حکومت رو از چیزی که بد بود بدتر هم حتی بکنه. یه انقلاب خوب اینطوری نیست که فقط پیش بیاد و انجام بشه. یه انقلاب خوب باید درست هم هدایت بشه. فقط این نیست که به وجود بیاد، افراد درستی بالا سرش باشن و حرکات درستی بکنن. حالا چرا ایران شبیه نپال و سوریه نیست که با این همه که تلاش شده و این همه اعتراضاتی که پیش اومده چرا انقلاب صورت نگرفته؟ جوابش راحته، چون که سوریه و نپال یک کشور کوچیک، کم جمعیت و تقریبا همه یک قومیت هستن. یک قومیت، یک دین و یک طرز فکر. چیزی که در ایران به این شکل نیست. ایران یک کشور پهناوره با قومیت‌های مختلف، با طرز فکرهای مختلف، در صورتی که داخل این دو کشور به این شکل نیست. این دلیل اینه که تو انقلاب با اینکه تلاش‌های زیادی شده ولی به سرانجامی تا فعلا نرسید.